امروز ما درباره شخصیت سخن میگوییم که توانست بین تمدن‌ها پل سازد، بین یونان و شرق، بین عقل و ایمان، بین علم و اخلاق. نام او ابونصر فارابی است. در زمانی که علم‌ها پراکنده بودند، او کوشش کرد آنها را به یک نظام یگانه تبدیل دهد. در دوره‌ای که سوال‌ها بیشتر از جواب‌ها بودند، او راه اندیشه را نشان داد. او نه تنها پاسخ می‌داد، او طرز درست پرسیدن را می‌آموزاند. فارابی به ما می‌فهماند که دانش تنها جمع‌آوری معلومات نیست. دانش این قابلیت درک کردن، تحلیل نمودن و به حقیقت نزدیک شدن است. او نشان می‌دهد که انسان می‌تواند با عقل به سطحی برسد که نه تنها جهان را فهمد، بلکه جایگاه خود را در آن معین کند. سلام بینندگان گرامی، برنامه نابغه‌ها است منظور شما. در تاریخ تمدن بشریت شخصیت‌هایی هستند که فعالیت آنها نه تنها در دایره یک علم بلکه در چندین ساحه‌ها به طور همزمان تأثیر بنیادی گذاشته است. یکی از چنین نابغه‌ها ابونصر فارابی میباشد. متفکر، فیلسوف، منطق شناس، موسیقی شناس و نظریه پردازی که در تشکل فلسفه اسلامی و همزمان در انتقال میراث یونانی به جهان شرق نقش حل کننده بازیده است. فارابی در زمانی به دنیا آمد که آن را میتوان دوره احیای علمی نامید. در همین محیط فارابی به وای رسید و جهانبینی علمی او تشکل یافت. نام پوره او ابونصر محمد ابن محمد ابن ترخان ابن ازلوغ فارابی می باشد. زادگاه او شهر فارا بود که در نزدیکی دریای سیحون واقع گردیده یکی از نقطه های مهم تمدنی به حساب می رفت. محیط اجتماعی آنجا به فارابی امکان داد که از خوردی با فرهنگ های گوناگون آشنا گردد. محمد فارابی در طول سالهای 873 و 950 عمر به سر برده است که اساساً فلسفه و روش علمی این ابرمرد بزرگ به تحقیقات‌ها و روش‌های تحقیقات‌های علمی ارسطو شباهت زیاد دارند و با نظرداشت این شباهت‌ها در زمان فعالیت زندگی این ابرمرد ملت تاجیک آن را همچون ارسطوی ثانی اعلان کرده بود. از آوان جوانی او به آموزش علم‌های گوناگون رو آورد. اولین تحصیلات خود را در ساحه زبان، فقه و ادبیات گرفت. اما زود توجه او به منطق و فلسفه بیشتر شد. برای ادامه تحصیل فارابی به شهرهای بزرگ از جمله بغداد سفر کرد. بغداد در آن زمان مرکز بزرگ علمی بود که در آن کتابخانه‌های کلان، مکتب‌های علمی و محققان نامدار فعالیت می‌کردند. در همین محیط فارابی به آثار ارسطو، افلاطون و دیگر متفکران یونانی شناس شد. او نه تنها آنها را مطالعه کرد بلکه به شهر آنها پرداخت. فارابی کوشش کرد که معنی اصلی فلسفه یونانی را درک کند و آن را با جهانبینی اسلامی مطابق سازد. از همین جا عنوان مشهور او معلم ثانی به میان می آید. اگر ارسطو معلم اول باشد، پس فارابی همچون شرح دهنده و ادامه دهنده عنعنه او معلم دوم دانسته می شود. این عنوان نشان می دهد که جایگاه فارابی در تاریخ فلسفه تا چه اندازه بلند است. محمد بن محمد فارابی که در سالهای 873 و 950 عمر به سر برده است، یکی از سرآمدان حکمت مشایی دوره تسلط اسلام محسوب می شود. وی در ساحه‌های گوناگون علم زمانش دست قوی داشته و آثار زیاد چون شرح منطق ارسطو، رساله‌های در اخلاق، سیاست، دین، موسیقی، علوم طبی، طبیعیات، ریاضیات خیلی سهم ارزنده گذاشته است. بنابر همین وسعت فراگیر و شباهتش به فلسفه ارسطو او را معلم ثانی لقب دادند. بسیاری از آثارش در قرنهای من بعده به عباره لاتینی ترجمه شدند.
فارابی اثرهای زیادی فلسفی ایجاد کرده است که از قبیل مهمترین آنها احصاء العلوم، مقاله فی معانی العقل، کتاب الجمع بین الحکمتین افلاطون الالهی و ارسطاطالیس، کتاب آراء اهل المدینه الفاضله، کتاب التنبیه علی سبیل السعاده، کتاب السیاست المدنیه، کتاب الفصول المدنی می باشد. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت علمی فارابی منطق می باشد. او منطق را همچون ابزار اساسی دانش می شمارید و اندیشه او به منطق انسان نمی تواند فکرهای خود را درست بیان کند و حقیقت را از اشتباه جدا نماید. فارابی سیستم منطقی ارسطو را قبول کرده آن را توسعه داد. او مسئله‌های تعریف، قیاس، برهان و استدلال را به طور مفصل تحلیل نمود و فکر فارابی دانش از مرحله‌های معین می‌گذرد. از حس آغاز شده به خیال می‌رسد و بعداً به عقل تبدیل می‌یابد. در ساحه متافیزیکا فارابی مسئله هستی را بررسی می‌کند. او بین موجود ممکن و موجود واجب فرق می‌گذارد. به اندیشه او همه موجودات جهان وابسته‌اند، اما یک موجود مطلق وجود دارد که سبب اولین همه چیزهاست. این اندیشه ها بعدتر در آثار ابن سینا به طور مکمل رشد یافتند. فارابی اینچنین به مسئله عقل اهمیت زیاد میداد و عقل را به چند زینه جدا میکند: عقل قابل، عقل فعلی و عقل مستفاد. به اندیشه او انسان توسط آزمایش و تجربه میتواند از زینه پایان و زینه بلندتری عقل برسد. این روند نشان میدهد که برای فارابی دانش یک روند رشد یابنده است. در ساحه فلسفه سیاسی فارابی اثر مشهور خود شهر فاضله را نوشته است. در این اثر او جامعه ایدئالی را تصویر می‌کند. اندیشه او جامعه بهترین آن است که در آن هر یک انسان وظیفه خود را می‌داند و برای نیکواحوالی عمومی فعالیت می‌کند. راهبر چنین جامعه باید دارای خصلت‌های اخلاقی، دانش و خرد باشد. فارابی راهبر را به پیامبر شباهت می‌دهد، زیرا هر دو وظیفه راهنمای جامعه را اجرا می‌کنند. اما راهبر در فلسفه فارابی بیشتر شخصی دانشمند است که با عقل و دانش جامعه را اداره می‌کند. این اندیشه‌ها بر رشد فلسفه سیاسی در شرق و غرب تأثیر کلان رسانیدند. فارابی اینچنین نمودهای جامعه را به فاضله و غیر فاضله جدا می‌کند. جامعه غیر فاضله آن است که در آن آدمان تنها منفعت‌های شخصی را پیگیری می‌کنند و به ارزش‌های اخلاقی اهمیت نمی‌دهند. این تحلیل نشان می‌دهد که فارابی نه تنها یک فیلسوف بلکه یک تحلیلگر اجتماعی نیز بود. در دوران استقلالیت با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان جهت در عرصه بین المللی معرفی نمودن فرهنگ ملی تاجیکان که این به واسطه بر رشد معاصر جامعه ما تأثیر به نهایت بزرگ دارد، برای در سطح بین المللی معرفی نمودن ابرمردان ملت تاجیک کوشش به خرج دادند که در تشکیلات بین المللی یونسکو در قطار دیگر ابرمردان محمد فارابی را نیز همچون فرد در جاده علم و فرهنگ نمایان معرفی نمایند و در قطار این عالما جایگیر نمایند و به همین واسطه به همین وسیله خب باید یادآور شویم که جهت اجرای این دستور و سفارش ها و تلاش های اساسگزار صلح و وحدت ملی ریاست اکادمی ملی علم ها نیز بی‌طرف نبوده جهت عملی ساختن این اقدامات 16 اکتبر سال 2024
در ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی بخشیده به سهم ابونصر فارابی در علم و تمدن جهانی برگزار کرده شد که در این سیمپوزیوم قریب در همه گوشه و کنارهای دنیا نماینده های اهل علم و فرهنگ جمع آمده بودند. بخصوص از کشور همزبان ما ایران که بیشتر به آثار فارابی توجه زیاد دارند و از آمریکا که در بخش باستانشناسی عالما بیشتر شرکت نمودند، سخنرانی های زیاد عاید فعالیت علمی و زندگی نامه این ابرمرد ملت کهن بنیاد تاجیک محمد فارابی سخنرانی های زیاد انجام داده شد. وقتی که ما به آثار ابونصر فارابی نظر می اندازیم می بینیم که او تنها یک فیلسوف نبود. او معمار یک نظام فکری بود، نظامی که در آن هر علم جای خود را دارد. او منطق را همچون ابزار فکر، فلسفه را همچون راه درک هستی و اخلاق را همچون معیار زندگی پیشنهاد می کند. این یک تصادف نیست، بلکه یک ساختار دقیق است. فارابی می دانست که به ترتیب دانش و به سر و سامانی تبدیل می یابد. در مرکز این نظام انسان قرار دارد. انسانی که باید بیاموزد، فکر کند و خود را تکمیل دهد. و اندیشه فارابی جامعه تنها در صورت رشد می کند که انسان‌های آن به کمال رسند. اینجا یک سوالی مهم به میان می آید: آیا امروز ما همان راهی را ادامه می دهیم که چنین نابغه ها نشان دادند، یا دانش برای ما تنها چون معلومات باقی مانده است؟ در ساحه موسیقی فارابی یکی از بزرگترین نظریه پردازان به حساب می رود. اثر او کتاب الموسیقی الکبیر یکی از مکملترین تحقیقات ها درباره موسیقی در عصر میانه می باشد. در این کتاب او مسئله های صدا، ریتم، آهنگ و تاثیر موسیقی را بر روحیه انسان تحلیل می کند. فارابی موسیقی را نه تنها یک صنعت می شمارد، بلکه آن را همچون یک علم بررسی می کند. او نشان می دهد که چگونه صداها می توانند احساسات انسان را تغییر دهند. و اندیشه او موسیقی می تواند هم برای فراغت و هم برای طبابت استفاده شود. در برابر این فارابی در ساحه زبانشناسی نیز سهم گذاشته است. او مناسبت بین زبان و فکر را تحلیل می کند و فکر او زبان واسطه افاده فکر است، اما خود فکر از زبان مستقل می باشد. این نظریه در رشد علم‌های زبانشناسی تأثیر مهم داشت. فارابی اینچنین به مسئله تصنیف علم‌ها توجه کرده است. او علم‌ها را به چند گروه جدا می کند: منطق، طبیعت شناسی، ریاضیات، متافیزیک و علم‌های اجتماعی. این تصنیف نشان می دهد که او کوشش می کرد دانش را به یک نظام مکمل تبدیل دهد. یکی از خصوصیت‌های مهمترین فعالیت فارابی این است که او کوشش کرد بین دین و فلسفه هماهنگی به وجود آورد. و اندیشه او هر دو راهی رسیدن به حقیقت می باشند، اما اصولهای آنها فرق می کنند. دین به واسطه رمز و مثال سخن می گوید، در حالی که فلسفه با دلیل و برهان کار می کند. این اندیشه به او امکان داد که در جامعه اسلامی فلسفه را حفظ و رشد دهد، زیرا در بعضی دوره‌ها فلسفه با شبهه و حتی مخالفت روبرو می شد. فارابی زندگی بسیار ساده داشت. او از ثروت و منصب دوری می جست و تمام توجه خود را به علم بخشیده بود. روایت ها می گویند که او حتی در باغ‌ها نشسته اثرهای خود را می نوشت و از زندگی عادی لذت می برد. در آخر عمرش فارابی به دمشق کوچید و در آنجا زندگی خود را ادامه داد. او سال 1950 میلادی در همین شهر از دنیا گذشت، اما میراث علمی او پس از مرگش نیز زنده ماند. فارابی اثرهای زیادی فلسفی تألیف نموده است که اکثریت آنها در زمان معاصر با زبانهای انگلیسی و لاتینی نیز تألیف گردیدند و در جهانی کنانی فلسفه و علم محمد فارابی
در دایره اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خوشبختانه انستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق به نام بهاءالدینوف اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خیلی سهم بارز دارد و بنابر آن که سهم محمد فارابی در تحقیق علوم طبیعیات نیز از نظر دور نیست، یعنی که بسیار تحقیقات های علمی این ابرمرد ملت تاجیک در ساحه طبیعیات نیز خیلی نظررس است و البته متخصصان ساحه باستانشناسی و به خصوص اهل کارمندان علم ساحه فلسفه به این اطلاعات خیلی آشنا هستند. همین تحقیقات های علمی که محمد فارابی در بخش علوم طبیعیات انجام داده شده است، امروز عالمان ساحه طبیعت شناسی را نیز وادار می سازد که بیشتر به تحقیقات های علمی در این روش زیاد نمایند. آثار فارابی به دانشمندان زیاد تاثیر رساند، از جمله ابن سینا، ابن رشد و دیگر متفکران از اندیشه های او استفاده بردند. آنها فلسفه فارابی را ادامه داده آن را به سطح بلندتر برداشتند. در غرب نیز آثار فارابی توسط ترجمه های لاتینی پهن گردید. فیلسوفان اروپایی با آثار او شناس شدند و از آن بهره گرفتند. این نشان می‌دهد که تأثیر فارابی فراملی و فراسرحدی بود. میراث فارابی امروز هم اهمیت خود را نگاه داشته است. او نشان داد که علم و دانش می تواند فرهنگ را به هم نزدیک کنند. او نمونه یک دانشمند حقیقی است که تمام زندگی خود را به جستجوی حقیقت بخشیده است. فارابی به ما می آموزد که دانش یک روند به انتهاست. هر نسل باید دانش را از نو کشف کند، آن را رشد دهد و به نسل بعدی انتقال دهد. این روند اساس پیشرفت تمدن انسانی می باشد. در مجموع ابونصر فارابی نه تنها یک شخصیت تاریخی بلکه یک مکتب فکری است. در ادامه تحلیل آثار ابونصر فارابی باید مخصوص تاکید کرد که یکی از جنبه‌های کم آموخته شده فعالیت او نظریه معرفت می باشد. فارابی کوشش می کند که فهماند انسان چگونه دانش به دست می آورد و کدام مرحله ها را طی می کند تا به حقیقت نزدیک شود. و اندیشه او معرفت از حسیات آغاز می یابد. انسان اول توسط چشم، گوش و دیگر عضوهای حسی جهان را درک می کند، اما این تنها مرحله ابتدایی است. بعد از حس معلومات در ذهن به شکل تصور تبدیل می یابد. این مرحله است که انسان الکی می تواند چیزها را بدون حضور مستقیم آنها تصور کند. اما برای رسیدن به دانش‌های حقیقی انسان باید به سطح عقل برسد. در همین جا نقش عقلی فعال خیلی مهم می گردد. عقلی که به انسان امکان می دهد معنای اصلی چیزها را درک نماید. این نظریه فارابی بعدتر بر رشد فلسفه معرفت در جهان اسلام تأثیر بزرگ رساند. مخصوصاً ابن سینا این اندیشه ها را ادامه داده آنها را به یک نظام مکمل تبدیل داد. جهت دیگری که فعالیت فارابی را فرق کننده می سازد مناسبت او به علم همچون یک نظام یگانه می باشد. به اندیشه فارابی همه علم ها با هم علاقه‌مندند و هر کدام وظیفه معین دارد. او علم ها را نه تنها گروه بندی می کند بلکه رابطه داخلی آنها را نیز نشان می دهد. مثلا منطق همچون ابزار عمومی برای همه علم ها خدمت می کند. ریاضیات با آموزش مقدار و شکل مشغول است. طبیعت شناسی قانون های طبیعت را می آموزد. متافیزیک باشد مسئله های اصلی هستی را بررسی می کند. این تصنیف نشان می دهد که فارابی به دانش همچون یک ساختار منتظم می نگریست. در برابر این فارابی به مسئله های اخلاق اهمیت کلان می دهد. و اندیشه او دانش تنها وقتی ارزش دارد که به اخلاق پیوست باشد. انسان باید نه تنها دانا، باید نیکوکار هم باشد. زیرا جامعه سالم تنها در صورت به وجود می آید که اعضای آن دارای اخلاق بلند باشند. از محمد فارابی اثرهای زیادی فلسفی تا به امروز باقی مانده است که تا به حال تحقیقات ها روی این اثرهای بزرگ ادامه دارند و مهمترین اثرهای با نفوذ محمد فارابی محسوب می شوند احسان العلوم، مقاله فی معانی العقل، کتاب الجمع بین الحکمتین افلاطون الالهی و ارسطوطالس، کتاب آرای
اهل المدینه الفضیله، کتاب التنبیه علی سبیل السعاده، کتاب السیاست المدنیه، کتاب الفصول المدنی و غیرها محسوب می باشند که امروزها در انستیتوت فلسفه اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و در انستیتوت های باستان شناسی ما مورد توجه یعنی عالمان این سمت قرار دارند و تحقیقات ها نیز تا به حال ادامه یافته ایستادند. فارابی فضیلت‌ها را به دو گروه جدا می‌کند: فضیلت‌های فکری و فضیلت‌های اخلاقی. فضیلت‌های فکری به دانش و خرد علاقه‌مندند، در حالی که فضیلت‌های اخلاقی به رفتار و کردار انسان وابسته‌اند. تنها در صورت متحد شدن این دو انسان می‌تواند به کمال رسد. در مسئله تربیه و تعلیم فارابی اندیشه‌های خیلی پیشرفته پیشنهاد می‌کند. او باور داشت که تربیه باید از کودکی آغاز شود و به رشد همزمانی عقل و اخلاق روانه گردد و فکری او آموزگار باید نه تنها دانش دهد بلکه نمونه اخلاقی نیز باشد. فارابی اینچنین به مسئله خوشبختی توجه مخصوص می‌دهد و اندیشه او هدف نهایی زندگی انسان رسیدن به سعادت می باشد. اما این سعادت نه در مال و ثروت بلکه در دانش و کمال روحی قرار دارد. این اندیشه ها به فلسفه اخلاقی بعدی تاثیر عمیق گذاشتند. این روش به فارابی امکانیت داد که در محیط علمی زمانی خود فلسفه را حفظ کند، زیرا در بعضی دوره‌ها فلسفه همچون علم زیر فشار قرار می گرفت. فارابی با خردمندی توانست این مشکل را پس سر کند. در ساحه موسیقی تحلیل‌های فارابی از جهت علمی خیلی پیشرفته بودند. او نه تنها اسباب‌های موسیقی را توصیف می‌کند بلکه قانون‌های صدا و آهنگ را می‌آموزد. او نشان می‌دهد که چگونه فاصله‌های موسیقی به هم علاقه‌مندند و چگونه آنها به احساسات انسان تاثیر می‌رسانند. این گونه برخورد نشان می‌دهد که فارابی موسیقی را همچون یک علم دقیق بررسی می‌کرد. این روش بعدتر به رشد نظریه موسیقی در شرق و غرب تاثیر کلان رساند. اینچنین فارابی به مسئله‌های زبان و معنا توجه کرده است. او بر این نظر است که کلمه‌ها تنها رمزهایی میباشند که معناها را افاده میکنند. برای درک حقیقی انسان باید از شکل ظاهری گذشته و معنای اصلی برسد. این اندیشه ها بر رشد سمنتیک و فلسفه زبان تاثیر مهم گذاشتند. فارابی یک شخصیت بسیار فرهنگی بود. او در محیط گوناگون فرهنگی زندگی کرد و از هر کدام دانش گرفت. این به او امکان داد که یک نظام عمومی فلسفی را به وجود آورد که در آن عنصرهای گوناگون فرهنگی متحد شدند. در برابر این باید قید کرد که بسیاری از اثرهای فارابی تا زمان ما پورا نرسیدند، اما آن چیزی که باقی مانده است برای درک اندیشه‌های او کافی می باشد. محققان تا امروز آثار او را می آموزند و معناهای نو کشف می کنند. تاثیر ابونصر فارابی تنها به زمان خود محدود نمی شود. امروز فارابی همچون رمزی دانش، خرد و جستجوی حقیقت شناخته می شود. او نمونه شخصی است که تمام عمر خود را به آموزش و تحقیق بخشیده است. میراث او ما را وادار می سازد که به دانش احترام گذاریم و برای رشد آن سهم گذاریم. در نهایت می توان گفت که فارابی نه تنها یک فیلسوف بلکه یک معمار فکر بود. او نظام ساخت که در آن علم، اخلاق، سیاست و فرهنگ به هم پیوستند. این نظام تا امروز اهمیت خود را گم نکرده است و می توان برای فهمش جهانی معاصر نیز خدمت کند. میراث ابونصر فارابی تنها در کتاب‌ها محدود نمی شود. آن در خود طرز فکر کردن ماست. هر باره که ما سوال می دهیم، تحلیل می کنیم و حقیقت را می جوییم، ما به راه او قدم می گذاریم. فارابی به ما یک درس مهم می دهد. تمدن تنها با تکنولوژی پیش نمی رود. آن با فکر، اخلاق و دانش رشد می کند. اگر انسان از این سه دور شود، پیشرفت معنای خود را گم می کند. او نشان داد که علم باید انسان را بهتر سازد، نه تنها آگاه‌تر. و شاید مهمترین سوالی که پس از شناسایی با چنین شخصیت به میان می آید این است: ما با دانش خود چیکار میکنیم؟ این بود قصه یک نابغه، شخصی که از زمان خود فراتر رفت و تا امروز با ما سخن میگوید.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه نابغه ها. تا دیدار نوبتی، خیر.